اکبر الله اکبر بزن الله اکبر 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 میزنید الله اکبر میزنید الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله نمیدانم پس از مرگم چه خواهم شد نمیدانم پس از مرگم چه خواهم شد نمیخواهم بدانم گذر از خاکی اندامم چه خواهم ساخت نمیخواهم بدانم گذر از خاکی اندامم چه خواهم ساخت این رد پای فراعنه و طاغوتیان زمان است که روی صفحات ذهنمان با خون عزیزانمان یادگاری نوشتند. این رد پای جلادان تاریخ است که از تاریخ کشورم نیز گذشتند و صفحات سبز تاریخ سرزمینم را خونالود نموده‌اند. آری، این رد پای قابیل است که هابیل را کشته است. آری، این رد پای قابیل است که هابیل را کشته است. آری، این رد پای قابیل است که هابیل را کشته است.
لورلای باچم ای نور دو دیدم لورلای باچم ای نور دو دیدم لورلای باچم ای نور دو دیدم این ظلم مادرم بود که مرا به دنیا آورد مانند هزاران طفل معصوم دیگر که روی کوچه ها گدایی میکن. مادر بهترین کس کدام انگشت سینه کرده ها؟ انگشت راست. ای خدا! این حق بود، این سرنوشت بود. با کدام چشمت نشانه گرفتی ها؟ با چشم راست. آره دقیق با چشم راست. حتی با هر دو چشمم نشانه گرفتم.
من صدای رسای عدالتم، من ندای آزادیم، من زندم. خواهش میکنم من نمردم، من صدای ویرانه های شهرم، این صدای عدالت خواهیم را به حافظه تاریخ بسپار، خونم را در بستر سبز تاریخ جاری ساز. من نمردم، بگو ای مادر من نمردم، من زخم دل شیرینم، بگو شیرین، بگو شیرین، بگو شیرین. تبسم، شکریه، فرخنده، رخشانه، تو زنی، تو در محبس به نام شرم و حیا زندانی، تو طفل به دنیا می آوری و او نام انتخاب می کند، تو درد می کشی و او به فکر آن است که دختر نباشد، تو مادر می شوی و همه می پرسند اسم پدر. اینجا افغانستان است، هیچ مرز میان دوست و دشمن وجود ندارد. دوست و دشمن هر دو تمام نمازهای قضاییشان را روی جسد تو می‌خوانند.
ای زن، ای ناظر غریب ترین مرگ و نیستی که هر صبح و شب انسان از جنس تو زیر رگبار تازیانه زمان نابود می شود. گاهی در غور قربانی جهل و گاهی در زابل توته های بدنش در کفش طالب و داعش پینه می گردد. تو درد نوعروسانی را دیده ای که با دستان حنا بسته لباس سیاه بیوگی بر تن نموده اند. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تبسم، لعنت به کلاه‌های سیاه دروغگو که بشارتش هیچگاه راست نبود و موهای مادرت را دانه به دانه سپید کرد. هنوز چشمان منتظر مادرت به انتظار مسافرش به در دوخته شده که مسافرش برگردد و هنوز ته گوش پدرکلانت صدای ناقوس مرگ میپیچد. پس از 1 ماه سکوت و بیخبری صدای همگان گم شد. تبسم مثل هزاران انسان دیگر تکرار تاریخ شد. اسیر زمانه شد، زمانه‌ای که به جز شب و ظلمت هیچی نمیفهمد.
آری از همان روز نخست نیلوفر ریشه در آب و قامت راست نرست. از همان روز که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت حابیل. از همان روز که آن هم اولین وحی آوران زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید. زین سبوی بی مروت حابل مظلوم هم نوشید. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. از همان روز که یوسف را برادرها به چاه انداختند. از همان روز که با شلاق و خون دیوان چین را ساختند. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. بعدها دنیا پر از آدم شد و این آسیاب هی گشت و گشت با توام ای آدمیت. قرنها از مرگ انسان هم گذشت ای دریغا آدمیت برنگشت. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. مام میهن جای سینه خون به کام کودک معصوم خود می ریخت. زین عجب مانم چرا این ابر بر من خون نریخت. باز هم تکرار کردم آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. زین مصایب قامت مام وطن خم گشت. قطره های معصوم باران میان اهرمن یم گشت. گشت سیلابی که بودا را به کام آتشین بلعید. آن طرف آن سوی دنیا آدمیت داشت میخندید. ای دریغا آدمیت برنگشت. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. صبح بیداری ز ره آمد ولی مام ما صورت ز سیلی سرخ بود. چون که مامم را هویت بود و آن هم مرده بود. باز فریاد سکوتم بغض سنگینی گلویم را شکافت. هیچگاه سنگی صبوری را نیافت. بار دیگر چنگ بر صورت زد این مامم بگفتا آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. آن سوتر هم نوع من قلب اتم را می شکافت. این طرف اما ز چشم و گوش و ناخنهای انسانیتی کاخ ظلمی اهرمن می ساخت. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود. آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود.